تو خجالت نمیکشی با این هیکل نشستی اینجا تو خونه بابات میره سر کار بی ارزه؟ خب نره سر کار، مگه من گفتم؟ آره جون احمد، اون نره سر کار کی بره شب تو رو پر کنه؟ نره خربزه خوردی پای لرزش هم وایسید. اسو اگه مردی که رفتی، اگه زنده موندی شب برمیگردی، من میدونم چه پدرتو در بیارم. گم شو. سلام زن از صبح تا شب مثل خر دارم برای شما جون میکنم، یه چای یه جواب سلام من نمیدین. چای چی میخوای؟ چته زن چی شده؟ این از زندگی که تو برای من ساختی، اونم از نره خرد که برای من اعصاب نداشتی اینا. بذار بیاد خونه پدرشو در میارم. سلام بابا، سلام کوه من. بابا کجاست؟ بابات خونه نیست، بیا تو بیا. بابا روزت مبارک. روزت مبارک مرد من. یه دونه